سلام به همه دوستان خوب خودم. آقا ولوله‌ای که دیشب درباره‌اش صحبت کردیم همچنان ادامه داره. آخونداي ریز و درشت هی رو ماهیتابه بحرانا جلز و ولز میکنن. میگم اصلا بریم ببینیم چی شده، چرا اینا اینقدر جیغ و بیغ میکنن. وزیر خارجه آمریکا میگوید فشارها و تحریم‌های آمریکا ضد ایران برای این است که مسیر ایران را همانند شوروی و چین به نفع آمریکا عوض کند. جان کری ایران را پرچمدار تروریسم خواند. آها، پس یکیش ادامه تحریم‌های قبلیه. یعنی قضیه طناب و گلوی عظما همچنان ادامه داره. خب دیگه چی؟ کری با ابزار هویج و چماق از لزوم کنار رفتن همپیمان ایران در سوریه یعنی بشار اسد سخن گفته. رئیس جمهور امریکا هیچ گزینه‌ای از جمله گزینه نظامی رو در این باره بعید نمیدونه. اما در این حال اوباما خیلی مایله که نیروهای خارجی شامل نیروهای ایرانی و حزب الله از سوریه بیرون برن. بله، اینم از برجام منطقه‌ای و اوراق کردن عمق استراتژیک نظام. پس اینم یکی دیگه از اون موضوعاتی که لج آخوندا رو در آورده و اینجوری وحشیشون کرده. That's part of what we will be talking about tonight at the GCC summit that we're having. ما میتونیم تحریم‌های بیشتری رو ضد ایران به علت آزمایش‌های موشکی اونها اعمال کنیم. ما همکنون به طور جدی در سازمان ملل تلاش میکنیم تا قطعنامه جدیدی ضد ایران به علت فعالیت‌های این کشور صادر بشه. اقدامات آشکاری است که ایران میتونه اونها رو متوقف کنه. همانند حمایت از یمنی‌ها که با هدف برهم زدن آرامش و امنیت انجام میشه. پس ادامه تحریم‌های قبلی و دک کردن بشار اسد یه طرف، اضافه شدن تحریم‌های موشکی هم یه طرف. بنابراین علت این سوز و گدازهای آخوندا کاملا روشنه. البته طبق معمول سس عربده کشی رو هم قاطی داستان میکنن که ترسشون زیاد تو ذوق بسیجی‌ها نزنه. وزیر دفاع گفت اظهارات وزیر خارجه آمریکا نشان دهنده استیصال آنهاست. از این عربده کشی ها که بگذریم میرسیم به حرفای اصلی که یهو از زبون بوفالوی عمامداری مثل اون یارو علم الهدا بیرون میزنه. علم الهدا نماینده خامنه‌ای در مشهد گفت آمریکا با کمال وقاحت و با کمال درندگی و حیوانیت خیانت به برجام میکند و در کنار این قضیه تحریم‌ها شدیدتر و طرح‌های ضد ایرانی فراوان شده است. چی شد؟ ملاحظه کردی؟ این که تا دیروز میگفت برجام اله و بله و خسارت و این حرفا، حالا میگه چرا آمریکا نمیاد به برجام عمل کنه؟ به این میگن نهایت افلاس، میگن آخر بدبختی. حوجش اونجاست که خود سیلری بافورم به صحنه میاد، اما به جای صحبت درباره موشک پرونی و این حرفا میره تو فاز روزهای فراجناحی. ایشان با تأکید بر اینکه باید هویت منحصر به فرد نیروهای مسلح ایران همواره تقویت شود افزودند نیروهای مسلح برای شخص خاص یا برای حزب و جناح خاصی نیستند، بلکه مربوط به همه ملت و کشور هستند و باید حصار امن مردم و مدافع امنیت ملی و عمومی باشند. بله، این قشقرقی که تو نظام ایجاد شده ویترین قضیه است. پشت داستان همون دوراییه که خود خامنه تو روزه نوروزیش 7-8 بار ازش حرف زد. یعنی گفت یا باید تسلیم بشم و باقی جامای زهر رو بخورم یا اینکه شاخ به شاخ بشم و دوباره برم زیر پرس. همین حرفو یکی از ورق پاره های باندش به شکل دیگه ای گفته. با این وجود توافق با آمریکا
حتی با وجود وفای به عهد یک جانبه ایران و عمل به سیاست استعماری امتیازدهی یک جانبه در موقعیت فعلی، از توان کاهش تنش‌ها و تحقق هدف اصلی از مذاکره، یعنی رفع تحریم‌ها و بهبود وضعیت معیشت مردم، در موقعیت پسابرجام برخوردار نبوده و حتی آمریکایی‌ها نیز علاقه‌ای به حفظ آن از خود نشان نمی‌دهند. اینجاست که خامنه باید بگه خودم خوردم که لعنت بر خودم باد. یعنی وارد تونلی شده که هیچ روزنه‌ای تهش نیست، اما ما را از هر طرف به چرخونه، ته خط باید با مخ بره تو زباله دونی. فعلا زد زیاد.